دختر خانمای عزیز، خیلی خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه ما در کانال یوتیوبم. امروز موضوع بسیار خاص است. موضوعی است که بسیار مدت میشد که میخواستم درباره‌اش گپ بزنم. موضوع دلچسبم است به شما دختر خانما. شاید اکثریتتون هم شوقی باشین، اکثریت نه، شاید بعضتان شوقی باشین که و تصمیم به دست داشته باشین. موضوع امروز موضوع ژل لب و عملیات بینی است. تجربیات که من ایراد دارم و نتیجه که ما گرفتیم و فکری که به فکر که رسیدیم، به اون نتیجه که امروز رسیدیم، میخوام برای شما شریک کنم. خب بیایم که موضوع رو شروع کنیم. قصه از کجا شروع شد؟ من چطور شد که شوقی ژل لب زدن شدم و عملیات بینی؟ دخترم، من همونطور ساده و صادق و پوسکنده براتون برایتون گپ میزنم. فکر میکنم خواهرم هستین و از اون خاطر خواهشن چیزایی که میگم استفاده نکنین که نقطه ضعف ما جورش کنین یا جای تا نبتین دیگه. اگر کسی میبینی این کارم میکنه در حق من، خواهشن از من دفاع کنین. خب من که خورد بودم، از خورد ترکی بینی گوشتی داشتم و از بینی گوشتی خود خوشم نمیامد. هیچ بینی خوشم نمیامد. همیشه اعتماد به نفس ما خراب کرده بود. احساس بدرنگی میکردم. احساس میکردم که بینیم بسیار زیاد کلان است و راستی گوشتی هم بود، کلانم بود. خلاصه 2018 ما در آلمان آمدم. 2019 مادر شدم دیگه. امو سالای 2019 یا بود یا 2020 بود که دیگه فکرش سرما زده بود که میفتم اینال وقتش است که من عملیات بینی کنم. چون همیشه در ذهن من بود که ما این عملیات انجام بدم. و خلاصه دیگه وقتی که دیدم که او شوی دارم هستی دیگه حال کس چیز نمیگم، شوی هم که راضی استک، مشکل نداره دیگه. از دیگه سو استفاده کردم و ما اقدام کردم به عملیات بینی. خب اول بگویم پیش از این که بریم طرف عملیات بینی، نکاتی که در ایران چیزایی که رخ داده سر ما یا نکته مهم دیگه. اول براتون یادآوری کنم که من غیر از این که بینیم گوشتی بود، مشکل بینی هم داشتم. یعنی بینیم یک طرفش کج بود، استخوانش مکمل، و من از یک طرف اصلا اکسیژن گرفتن نمیتونستم. و پیش از اینکه من برم اقدام به عملیات بینی کنم، باور کنین من شبا خواب میشدم تا صبح دانم باز بود. اصلا از رای بینی من اکسیژن تنفس کردن نمیتونستم و دانم تا صبح خشک میشد. گلاب پوشین قسم خشک میشد که من فکر میکردم چوب شده زبانم. این قسم از بس که بینیم بند بود و مشکل بینیم بسیار جدی شده بود. و چرا جدی شده بود؟ وقتی که من در آلمان آمده بودم، اینجا خو مرکز گرمی است. در افغانستان وقت زیاد مرکز گرمی نبود، خصوصا در خانه ما مرکز گرمی البته از در افغانستان وقت مرکز گرمی بود، در خانه ما که ما زندگی میکردیم نبود دیگه. که مرکز گرمی ما عادت نداشتم که شوفاجا که میگین شوفاج ما عادت نداشتم و وقتی که اینجا آمدم من حساسیت پیدا کردم از شوفاج، از این حرارتی که میداد حساسیت پیدا کردم و همیشه اینو میبینی خود اینو میتونم خاریدن میرفتم تکدن میرفتم. این بینی بخیر از سوغانش از آخر او طرف رفته بود. من این سمتم خراب بود یا او سمتم، مقصد یک سمت بینی مکمل مشکل پیدا کردم و اکسیژن اصلا گرفتن نمیتونستم. و اگر یادتان باشه علقمه توازی گپ میزنم و وقت به حد اندازه بینی من بند بود و من اصلا نه بوی میفهمیدم، بوی خسته نمیفهمیدم. یعنی دیگه فکر کن 1 سال 2 سال من کمل بوی نان نمیفهمیدم. از این بسیار زیاد رنج میبردم. و چیزی که من شوقی از این بودم که من بینی خدا خوش داشتم که بینی از او عادی که بود خورتر شد. خب دویش باعث شد که من برم پیش دکتر در آلمان. رفتم پیش دکتر در آلمان، شار گفون میگنش. اونجا رفتم گپ زدم، عکس بینیم گرفته شد، کل معاینات دیدن. اونا میخواستن که تنها به من عملیات مشکل مرا که حل میکنه این عملیات کنم و ای از او عملیات هیچ از من پیسه نمیگرفتن. و من راستی یک اشتباه کردم. یک اشتباه به خاطر کردم که نال شما از لابلای گپای من میفهمین که اشتباه در کجا بود، که من در آلمان عملیات نکردم و اینا میخواستن که تنها بینی مرا عملیات ازی کنه که مشکل ما حل شوه. و باز ما که پرسان کردم مثلا زیبایی چطور، ما میخوایم زیبایی هم انجام بدم. گفتن از زیبایی باید جدا پیسه بدی. 3 یا 4 هزار یورو از من میگرفتن و من اشتباه را کردم که در قدر پیسه کم قبول نکردم و خواستم برم ایران. اینال من براتون میگم که چرا در ایران چرا این تصمیم اشتباه رو گرفتم، چرا اشتباه بود. خب زمانی که
دیدم مثلا 3-4 هزار یورو در خود ایران شد، در آلمان میگرفتن از من. دلم همیشه شکاک بود که اینا جرایشان شنیده بودم که زیاد خوب نیستن، دکترها زیاد لایق نیست، یعنی زیاد چیزای بد شنیده بودم درباره جراحی آلمان. از او خاطر من فکر میکردم که دیگه ایران در جراحی خود بسیار زیاد پیش است و شاید نتیجه که من میخوایم در ایران به دست بیارم. خب وقتی که عملیات کردم در ایران رفتم، اول خود دخترها براتون بگویم، در ایران شما باید بسیار زیاد سرچ کنین، یک دکتر را بپالین که اوقات خوب عملیات کنه براتون. یعنی تنها زیبایی مهم نیست، شما زیبایی بینیتان تنها مهم نیست، ضرور هم باید هم تو خوب عملیات کنه براتون. و واقعا بینیم که عملیات کرد، از بینیم راضی بودم، اگرچه یک کمک از نوع که بینیم کج بود بینیم، ولی بازم از او چیزی که چاقی که بینیم داشت بسیار زیاد راضی بودم که یعنی از او حالت برآمدم. بسیار بینیم هم نقصم که ببینین طبیعی عملیات شدم و واقعا از کار راضی بودم. ولی تا ای که پیش دکتر در آلمان رفتم، من اساسیت دارم، بسیار اساسیت شدید دارم، از یک چیز اساسیت ندارم، از 6 چیز اساسیت دارم. حتی از همین مکرونی که ما میخوریم هیچ کدام مواد از ده چیزا مثل هارد باب، خمیر باب، چیزا ده اونو هم حتی من اساسیت دارم دخترا. دیگه از ده تو شک می باشه خواه کاکاو یا از او اساسیت دارم. نمیفهمم اساسیت زیاد دارم. خلاصه پیش دکتر که رفتم که خاطر اساسیتم دوباره بینیم از چک کرد و اونجا بود که من فهمیدم که من اشتباه کردم، ایران رفتم و یه عملیات در ایران انجام دادم. البته ایگه به این مانا نیست که اگر ما بخوایم کدام دفعه دیگه دوباره به ایران برم ایران انتخاب نمی کنم. چرا ایران انتخاب میکنم؟ ولی یک دکتر بسیار پروفشنال تر که خیرم پیسه زیاد بگیره ولی هم زیبایی درون، هم از دارون، هم از بیرون خوب جراحی کنم. خب وقتی که پیش دکتری رفتم، دکتر که بینی داخل بینی من دید، فهمید که ما غیر از آلمان بیرون از آلمان جراحی کردیم، به ای که به حساب دکتر بینیم از داخل صحیح جور نشدم. از داخل هنوز مشکل داره و قوالیتا جور است، ولی از داخل به اون سیستمی که باید عملیات میشد و ظرافت و نظافت و چیزایی که در نظر میگرفت نگرفت. حتی در بینی من تا حال دخترها تار ماندم دیگه. دخترام اوجا بود که فهمیدم ایران میگن سر از عاشقا زیر از اشپشا رقمی عملیات کرده. و اگرچه میگم که از فرم بینیم راضی هستم به که ما یک فرمای بینی را دیدیم دخترها که در ایران عملیات کردن، یعنی یک چیزای جور کرده که ببینین اصلا غار بینی معلوم نمیشه. یک چیزای جور کردن که بیخی میترسی. من از او بینی هم خوش ندارم دخترها که بسیار بلند باشه غار بینیت معلوم شه یا بسیار چوچه باشه، اون چیزا خوش ندارم دیگه. دخترم این از عملیات بینیم بود. اگر بخوایم به گذشته برگردم شاید زیادتر دیسه روی موضوع که دکتر گپ میزدم، زیادتر وقت میموندم، زیادتر پشتی موضوع میگشتم، ولی هنوزم میگم از فرم بینیم راضی هستم. ولی که از داخلش نظر به طب بابت که چه رقم عملیات شده یه دیگه من وقت فهمیدم که در آلمان آمدم. یک چند وقت پیش فکر 1-2 سال پیش که میخواستم پیچکاری اساسیت شروع کنم وقت فهمیدم. دیگه نمیخوایم ویدیو رو زیاد طولانی بسازم، میرم راستن سر موضوع ژل لب. امی دخترها دمیزی روی کومنت من اشته میکنن چور لبای تا ژل زد، دیگه لبای تا ژل نزن، دیگه لبای تا بوتوکس نکن. اول خب لب بوتوکس نمیشه دخترها، اگه میشم من نمیفهم چی رقم است ما نکردیم و ژل زدیم در لبایم. من پیش ازی که در ایران لبایم ژل بزنم 1-2 بار در آلمانم ژل زده بودم، ولی ژل لب قسم از دخترها شما دفعه اول که میزنین بعد از 3 ماه 2 ماه دیگه شما هیچ ژل در لبتان نمیبینین چون بدنتان جذبش میکنه و دفعه دوم زود جذب میشه. دفعه سوم که میزنین دوام یا کمک دیرتر میمونه، یعنی زود جذب بدنتان نمیشه. ولی ژلی که به ما در لب ما در ایران زدن، فکر کنیم من در سال 2022 یا 2023 من ایران رفتم و او آخرین ژل بود که من در لبای خود زدم. بعد از اون من دیگه در لب خود اید دست نزدیم. این فرم که میبینین یعنی از بقایای ژل است که در ایران به من زده. البته من فکر میکنم در ایران شاید ژل نبوده، هیالورونیک که میگن اون نبوده، کدام چیز دیگه بوده، کدام چی بوده که قدر دوامدار در لب من مانده. و واقعیتش من از فرم لبای خود اصلا راضی نبودم،
یعنی 1% راضی نبودم. ولی دیگه از اینکه برم پیچکاری شوم دوباره انزایم میگن چی میگن آفلوزن کنم یعنی بکشیش دوباره از اون من حوصله نداشتم، اصلا حوصله نداشتم و قیمتم از آلمان و دیگه نمیخواستم که زیر تیغ سوزن 50 تا سوزن در لبت میشه از برم و من تو ماندمش که امروز اینمی فرم که داره دخترام ما اینمی فرم و ما بهترین فرم است. سعیز که دختران میگن که ویدیو حساب خودم ماندم که میگن لب خوردت مقبول میگفتید خوبش میگفتید. خود دختران شما مگه به جای ما باشین اول تصمیم خودتان مهم است، خوبی این به خودتان مهم است که اول خودتان به مو چیزی که هستین یا مو رقمی که میخواین باشین خوش داشته باشین و مو انرژی خوبی که میخواین بگیرین. یعنی اول مهم خود آدم است که مو رو باید بگیرین و به من فرق نمیکنه که شما در مورد من چی فکر میکنین. به من این مهم است که من دقیق خود در آینه میبینم چی احساس میکنم و من وقت که تو این رقم لب من نمیتونم خوش ندارم و از همون خاطر میخواستم که لبایم جاندار شوه. ولی که در ایران با من به حد از اندازه زده بود که اینجا لبام متر شده بود دیگه یعنی که از او 3 سال تیر شد و خدا رو شکر یعنی او دوره رو تیر کردم. او دوره رو پر سر ماندم که واقعا یک دوره بسیار وحشتناک بود و من زیاد اعتماد به نفسم پایینم کرده بود با وجودی که من میخواستم خوبتر شوم بدتر شدم یعنی بسیار زیاد پر کرده بود ولی بازم عادت میکنه آدم و من چیزی که فعلا فرم لب است تصمیم از این ندارم که تغییر بدم و فعلا اینو تو طبیعم معلوم میشه. یعنی از نزدیک شما که ببینین یا از این بغل که ببینین که نیست که دی جای ما آمده باشه یا این پایینایم پایین خوب فکر کنم مکمل ژل رفته باشه به خاطر که من اگر ویدیو سابق ما ببینین لب پایین من از اون سابق همتر دبل بود و لب بالایم اصلا لب بالا نداشتم و دخترم ما دیگه هیچ در لب خود ژل نزدیم. اونمو چیزایی که در ایران بود اونمو زدیم دیگه هیچ کاری نکردیم و متوجه باشین که در ایران پیش کدام دکتر میرین به خاطر که بعض دکترهای قدر شما را تحریک میکنه. وقتی که پیش میرین شما که میخواین لبتان جور کنین میگه بیا ایجا تو پاره کنم ایجا تو کنم مثلا دکتر لب مرا محکم گرفته بود که بیا اینجا تا زیر گلون تا پاره کنیم گوشتای چیشا بکشیم. من وقت او وقت خوش نداشتم ولی آل بسیار خوش دارم ولی فکری که آل دارم او وقت نداشتم. او وقت بسیار تصمیم عجولانه میگرفتم، زود انتخاب میکردم، زود میرفتم کار اقدام میکردم ولی آل تونستم. آل بسیار سخت پسند شدیم یعنی بسیار دی موضوعات وقت ضرورت دارم تحقیقات کنم پیش که میرم کارش نتیجهش کل چیزش بسیار به ما مهم است. و دخترها عوارض ژل لب براتون بگویم. عوارض ژل لب که اگر خدا نخواسته و این چیز من وقت نمیفهمیدم قدر زیاد جدی هم نگرفته بودم اگر خدا نخواسته این پچکاری که در لب میزنن در کدام رگکای اعصابتان در لب برخورد کنه و آسیب ببینه باعث فلج لبتان میشه. یعنی باعث میشه که لبتان یک سیش کج شوه یا یک جاش کج شوه مثل بعض از دوستان که شما دیدین یکون سه لب کج شده او به خاطر ازیست که امی رگکای اعصاب میموره و رگ اعصاب از بین میره آسیب میبینه اونمو باعث میشه که یک قسمت فلج شن و اینی عوارض داره لب فرق نمیکنه در کجا شما میزنین. خدا نخواسته تالیس یا اگر دکتر که نفهم باشه دیگه هم بسیار ربط بزرگ داره که دکتر صحیح نباشه نفهمه درباره مایچی لب یا گوشت هر چیزی که حساب تیوی داره دیگه ما زیاد داخل موضوع نمیشیم چون ما میخوای از نظر ارتباطات معلومات زیاد ندارم ولی اینی عوارض داره دخترها دیگه. ای که این عوارض داره که وقتی چای گرم میخورین یا زیر رفته و استاپ میشین و ژل لب به قسمت های دیگه صورتتانی جا مثلا برسم و یک چیز شوق است. در زمانی که من بینی خود عملیات کردم لب خود جور کردم میتونم براتون گفته که بیخی نو بود شاید بوده ولی در حساب کسی که بیاید در فضای مجازی دربارش گپ بزنه یا واضح نشان بده فکر میکنم بسیار کم بود و می باعث شد که من در اون زمان بسیار یک کودتای شدید بسیار یک عمله شدید هم از طرف دختر خانم ها میشدم تا حال میشم ولی فرق نمیکنه
شما حمله کنین من با دل جان پذیراستم و اینکه عمله شما هیچ جای تغییر نمیده و اینکه من به وجود خود چی تغییرات میایم این در هیچ جای دنیا به هیچ کس به هیچ موجود ضرر نمیرسه و چیز شخصی خودم است. یعنی چیزی است که ضررم کنم به خودم میرسه به کس دیگه نمیرسه و وجدان ما قسم است که میگم تا زمانی که ضررم به بدن کسی یا به روح کسی یا به اعصاب کسی دیگه نمیرسه دیگه من تا وقت خوشحال هستم و هیچ عذاب وجدان ندارم. های دخترم دیگه کدام آنساد که از یادم رفته باشه تا برش گپ بزنم. اگر بخوایم کلا جنبندی کنم از اینکه عملیات بینیم و لبم راستش بگویم فعلا چیزی که دارم من ازش راضی هستم. فعلا من راضی هستم. شاید او وقتی که گفتم لبم ژل زده بود اصلا راضی نبودم. شاید که نیست 100% راضی نبودم ولی چیز از سوم نمیامد دیگه. میخواستم که بکشمشان پس ولی بسیار مراقب باشین که پیش کی میرین کار انجام میتین و پیش کدام دکتر نتیجه کاریش کل چیزش ببینین دیگه. دیگه دخترم چیز دیگه اگه از یادم رفته میتونین در بخش کامنت از من سوال کنین من براتون جواب میتم دیگه. خوشحال میشیم ویدیوی ما به کسایی که این چیزا رو زیاد خوش دارن عملیات بینی ژل لب چیزا یا فکر دارن براشون دوام کنین که بفهمن که خصوصا در ایران که این گپا وجود داره امکان داره بفته و این به این معنی نیست که تنها در ایران امکان داره که بعض عملیات ها خوب پیش نره یا بعض عملیات ها بدلتون نباشه نتیجهش. حتی در آلمان هم دکترای هستن من میبینم که چی دکترایی که بینی ها رو چی جور کردن. یعنی مهم به ایست که شما پیش زیرس کی میرین کدام دکتر نتیجه کاری یا صحیح به چشمتون دیده باشین پیش از اون انتخاب کنین و برین. قربانتون دیگه من از حضورتان مرخص میشم. انشالله که گفتم برای سابسکرایب کرده باشین لایک کنین ویدیو را. شبتان خوش. البته اینجا شب آل شب است شب روزتان خوش.